ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روز من سرم شد همین تویخانه عجایبات زیبا، یعنی این تویخانه در شهر نوسیبیرسک می باشد. من برای یعنی برای زکاس روهای столба یعنی سالات کنیم. قطعی شبهرم برای یعنی شاشلیک پختن من باشم. برای انمی روهای стол سالات کنی، سالاتای گوشتی. خیلی چقدر فرمایش دادن نازی من میبینید چقدر سالاتای یعنی تیار کردم. این تویخانه من نمودش چقدر تویخانه زیبا، همش گلکتی آرا دادگی. این یعنی یکمین بار آمدم این تویخانه. براستی گپ نرخ این تویخانه 250,000 بود است. تویخانه خالی. من این بیرونی تویخانه نامی تویخانه باشد من شمیرم، یعنی شمیرم همین وینده شهر نوسیبیرسک انده. این تویخانه کلان زدنی کلان. این تویخانه که یک حسابی 250,000 همین چیسته تویخانه خودش ابی غرزی افیسیانکه هاش روهای столش. تویخانه خالیش 250,000 بوده است. ما اومدیم حاضر انمی стола коли обед тако нав саркарос офисянко кашиданаша хай ростига ман рус офисянкош ростига столоям худам ҳамеша яъне دیده گذاشته خیلی تیار کردیم اینجاش به این خیلی خیلی دستورخانه ما دیگه دستورخانه اروسایی ها یعنی افسیانکا دیگه. برای همین من خیلی تاب دلی خدا ما کرده. خیلی گفتن تاب دلی خدا ما کرده دسترخانه شما یک چه دیده گذارید بینید کمبودیاش. خیلی دیدیم همشه خوش رو همه یعنی چیز هست. من کوخنی به ما یعنی سالات کردیم. راستیگه بیاد خورسان شدم چند تا подписчика که شناس شدم. من سالاتایی که تیار کردیم حالی ابید بعد ابید بودم همشه خیلی دلنیک بزدیم. من سرتی تیار کردیم. خیلی من خیلی لینک جواب تیار کرده. خیلی گرفته ماندیم. گفتن صاحبی توی یعنی سلاتا همش باید مرغی گوشتی شود که خیلی خیلی خواستن تویشان باید خوشرو گذرد بوده است. برای همین گفتن خوشرو کرده تیار کنید. اینجا همش سلاتای یعنی خیلی حلال مرغای می پریس کردگی همش خیلی با آش شد خامشار باشد. اینجا با ازبیکا پاورا هستین. من اینجا یعنی من تیار کردم. خیلی میدانی تست کار کردیم بردک خیلی خانه خودمونه که خیلی کوچ سرم جان کرده تیار کنیم. برای همین خیلی یک دو کس یاردم کردن. شاورم خیلی اپی کاری خودشان شاشلیک کنیشان بودن. راستی گپ چقدر شناسا پیدا کردیم. همه خیلی آوازم شناخته کردن. شما شناختیم شهنازه خورسند شدم چخ کردیم با چقدر شناسا پیدا کردیم. با همین توی با خیلی خورسندی کردیم. بیاد نقص تویشان گذاشت. یعنی من اینجا یعنی فرملینی می سلاتای کراسیم یعنی می سلاتای سرتی سیر و یعنی کوریتسه همین کپچانی و همین و های کرگی همش یعنی حلال. اما ما مسلمان کلبسای کریم همش مسلمانسکی بود. همش یعنی خوش روی آرا دادم. گفتم کلان خوش روی غفص برید که خودمی خوردگی یعنی بسیری خورد خوش روی شود. گفتن جلیت نکنید مثلا یعنی گوشت و همین محصولاتی سالاد با. گفتن دسترخانه هم نگاه کنید کمبودیاش. گفتن خیلی نکین کریم خوش رو شد. درستی کرد تا یا به حد خوش رو پوری سیری که گذاشت. انا می طور یعنی سلاتای آرا دادم. مرحمت شما به تماشای خوش. مرحمت درباره یگان چیش نفهمو باشد سوال باشد حتما در تمیکی کامنتاری نویسید. حتما جواب میدیم. البته شما منو میشناسید. من شهنازه هم کانالی پخت بحثای خانگیم شنه دویم کانالی من باشد لوازماتی روزگار. شما به تماشای خوش. من تا آخرش تماشا کنید کانال دستگیری کنید. انشالله باز با دستگیری شما من ویدیوهای بهتر میکنم. ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما
لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل با من اینجا یعنی подписчикам یاردам دادن بیاد خورسان شدم چخچخ کرده با یعنی کمتر صحبت کرده با کارامای کریم. یعنی هر یک столба دوتایی همین سالاد گذاشتیم. من سالادی ما یعنی تیار شد. ما بینش گوشت مرغ یعنی من کلباسی حلال همین طور یعنی آرو دادیم. همین طور خواستم. خیلی خواستی و های کریم. گفتیم ما بینش با مرغ مانیم نیکه ششلیک مرغیم بودم با برای همین طور یعنی آرو دادیم. نمودی سالادای خیلی بعد دخترها تیار کردن من یعنی کشاندن باشکانو کشاندن یعنی همین کارخانه اینش همش کشان ما استالای یعنی آرو دادیم. همش استالابا خیلی راو نکره ماندیم. هر یک استالبا چند تگی چخیل کره خوش رو کره یعنی آرو دادیم. خیلی همه شناسا خدا ما بودن راستی گپ. همه شناسای خودمان نگان بیگانه نبود اینجا با من همین طور یعنی استالای ماندن مایده چویدشه ما یعنی سلطه شد ماندم ترمیوه هاش آرو دادم پیش کلین و داماد آرو دادم. همین طور هر یک استالبا دوتاگی شروع کرده یعنی آرو دادیم با سلطه مایده چویده بود یعنی طبخجا با من دیدید. خیلی آخران یعنی استالای پیشی کلیندو دامادا رو دادم. خیلی تارت یعنی زکاس تیار نشد راستی گپ. تارتیک مایده بود کمتر گرده یعنی تارت رو دادم. خیلی کو کمتر کارو باری همین یعنی توی خانه یعنی دسترخانه آباد کردیم. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك
لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم. من کمتر آرو دادم یعنی پیشی کلند و داماده عصبی بسیارش گول بود برای همین این قیق بسیار آرو دادگمان همین چینی ستال علاقه توی سر شد راستی گب کلند و داماد آمد خیلی خواستم ادور ویدیو کنم راستی گب خیلی این و این من نه نخواستم همه ویدیو کنم. بعد بسیاری وقتم نشد برای آنکه خیلی ششلیک پختیم بعدی خیلی استادم برومدم ششلیک پختیم 150 کیلو منو شفرم ششلیک پختیم ششلیکی مرغی یکم به خام شوربا دوم با یعنی مرغ ششلیک و تنور کباب سوم با آش بود. از سبب می مرغ و تنور کباب یعنی من ضربه دادم طبق کردم ویدیو گرفتن نتونستم. انم اینجا دوتا منگل و ما یعنی ششلیک پختیم یعنی 150 کیلو انم ششلیک مرغ پختیم آخر با یعنی آش بود آش پلاو یعنی ازبیکا پختن. انم بود یعنی ویدیوی امروزی من دوستان. فکر خود را در کامنتاری نویسید باقی در پناه خدا باشید دوستان.